صبحتون بخیر بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوبید؟ خیلی بی مقدمه. واقعا مارکت اذیته. اینم یه تایمی حرکت کرده که قابل گرفتن نبوده. دیروز گفتم اینجا میتونه تریگر ورودتون باشه، این بالا هم تریگر ورود لانگتون باشه، تا دم جفتش اومد و هیچ کدومو فعال نکرد. دیگه وقتی خواب بودین یه لک حرکت داشتیم. اگه اینو استاپ سل داشتی یا حالا به هر نحوی نمیدونم پوزیشن باز داری، همینجا وقت سیو سودش هست. ببین زعفروندم داره، زعفروندم داره، شیب حرکتمون هم کم شده. شما صرفا هر موقع دیدی که از یک کفی دوباره قیمتت برگشته، یعنی میتونه قیمتت همینجا از روی این کف دوباره برگرده بالا، شما سیو سودتو انجام بده. اوکی، پیشنهاد خودم هم میخوای بکن، سیو سود همینجا بکن، زیاد منتظری کف هم نباش، سیو سودتو بکن، چون میزان حرکتی که کرده جوری نیستش که بخوای ریسک رو روش بکنی. بهترین حالت مثلا ریسک بری وارد 2.5 احتمالاً. برای همین سیوس تو بکن. یه نگاه به کندل دیروز بندازیم، دیلی دیروز. خیلی خوب، تاثیرشو گذاشت، یعنی همین کندل تاثیرش هم داره و یه لگم حرکت داشتیم. یه اتفاق باحال میتونه بیفته، اونم اینه که ما همین امروز تو 4 ساعته اینجا رو یه فیک بکنیم. خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته. تو روزانه صرفا یه شادو باشه. اوکی، یه ذره شاید دارم خوشبینانه میگم، ولی این همچین چیزی اگه اتفاق بیفته واقعا خوشحال میشم. یا حالا فردا فرقی نداره، امروز اینجا رنج بزنیم، فردا یه 4 ساعته اینجا رو یه فیک بکنیم، بعدش احتمالا حرکتمون شروع بشه اگه این اتفاق بیفته. در حال حاضر تریگر ورود ندارم بهت بدم اصلا. خب تو این باکس من چه تریگر ورودی بهت بدم؟ همین واچ لیستم برات در بردم، ایناست. نخوام زیاد چیز بکنم. ببین این هفته اصلا واچ لیست درست حسابی در نمیاد، یونی نیستش از این لینه ها به بالا. واقعا مارکت این هفته باحالی نبود، کوین باحالی پیدا نشد. یعنی ترید این هفته سخت خواهد بود. صرفا اسپیسی ردشون بکنیم، یه نگاهی بهشون بکنید. LTC از بالا چه از پایین، این دوتا تریگر ورودش هستش. زی هرچی تلفظ میشه، این بالا تریگر ورودش هستش، با وجود اینکه باید ریاکشن بده. با چی باید بگم؟ به این دلیل باید بگم، با دلیل اینکه ریاکشن بخواد بده. TRX هم اینجا یه ریاکشن، همین بلند بشه ریاکشن هستش، میتونی این بالا تریگر ورودش رو بگیری. خب یه سری کوین ها هم رفتن، یه سری کوین ها هم حرکت کردن. شما توی ادامه موج میتونی پیگیری بکنی. اینا تقاضا داشتن، یعنی بیای اینجا تو این سایت لایف کوین واچ. بارها قبلا ما هم دیگه در آوردیم دیگه، میدونید چه جوریه. اینا جز اون لیست اون بالا بودن. اینو میای میذاری روی 500، اینو میای میذاری روی والیوم، اپلای میکنی، اینو حذف میکنی، اینو یه دور بزنی. به این شکل شما میتونی واچ لیستتو در بیاری. حالا دیروز اینا متفاوت بودن. واچ لیستی که من دیروز برات در آوردم متفاوت بود. یکی این، یکی هم ورودی های پول اینجا. به این شکل این واچ لیست در اومده. صرفا این نگاهی بکنیم، این حذف میشه، چون این موجی که تا این بالا اومده نباید همینم برمیگشت. STRK رو حذف کنید. پنگو این تریگر ورودو داشتش، ولی خب فعلا که رفته. موندو هم که اینجا رو دست داد. مرسی، کلا واچ لیست خراب شد.
ZK خوبه، ZK خوبه. اینجا هر نوع تغییر روند این بالا ببینی میتونی دنبال تریگر ورودش باشی. پامپ هم خوبه، زیاد نریخته. تریگر ورود شورت میتونی رو آلت کوینات پیدا بکنی ها، ولی برای لانگ نه. دامیننس بیتت هم که رو به بالاه، یعنی دلیل اصلی که اون واچ لیست حالا به هم ریخته اینه که دامیننس بیتت رو به بالا رفت و خود بیتت هم ریخت. خب آلت کوینات خیلی میریزن، طبیعی هم هست. مثلا سول اینجا تریگر ورود داشته و ریواردت هم تقریبا به زور بهت میداده. همشون این قاعده برای همشون صدق میکنه. چقدر هایپ کم ریخته. این کوینایی که کم میریزن همیشه توجهتون بهشون باشه. یعنی که فروشنده زیادی ندارن. مثلا BCH هم نسبتا کم ریخته. یعنی اینا فروشنده زیادی ندارن تو این لول ها. پس مارکتت سعودی بشه، تغییر روند ببینی، اینا میتونن خریدار داشته باشن. به این دید میتونی بهشون نگاه کنی. خیلی خوب. USDT هم که رو به بالا رسیدیم این سقف مهم. همه شاخصات الان روی یک کف مهمی هستن. توتال ست، آدرز دات بیت، حتی اگه بریم توتال هم ببینیم که حالا زیاد فرقی نداره، این هم روی یک کف مهمه. بیتت روی یک کف مهمه. این شرایط برای کل مارکتت هست. امروز واقعا چارتت پوزیشن نداره. امروز نمیدونم میخوای چی کار بکنی. بشین اکسل تو بررسی کن، بشین کارهای دیگه تو بکن. امروز واقعا چارت پوزیشن نداره. پوزیشن شورتی هم که بخوای بگیری واقعا ریسکیه. من نمیگیرم. اصلا اونقدری مارکت ریسکی هستش که نخوام بگردم دنبال تریگر ورود شورت پیدا کردن. امروز نداره. امروز واقعا چارت ترید نداره. در عوض بذار یه چیز دیگه رو بهت نشون بدم، چون هم طلا هم نقره توی شرایط خوبی هستن. ساختار باحالی دارن. این تحلیل دیگه کشیده شده دیگه. این که اینجا حمایت شد اومد بالاتر. این بالا سطحیه که شما با هر نوع تغییر روند توی تایم فریم های پایین‌تر میتونی تریگر ورود شورت بگیری. در رابطه با طلا هم اینجا دقیقاً همین حکم رو داره. اینجا دقیقاً همین حکم رو داره برات. و ساختار خیلی خوبی دارن. حواست به این دوتا باشه. اگر حالا فارکس ترید میکنی، فارکس که هر بروکری که بخواد بهت بده، چون شما سال طلا رو میتونی XIUT بود، USDT، خیلی فرق دارن. به این چارتاشون واقعا فرق داره. اینجوری نیست بگم بیا برو کویناشو توی کریپتو ترید کن. خیلی فرق دارن. این از پکس گلدش که خیلی وقت هستش، XIUT هم همینطور. خیلی چارتاشون فرق دارن با چارت اصلی. اگر داری شرایطشو، اونا میتونن به تریگر ورودهای باحالی بدن، چه حالا اینجا چه توی تایم فریم های پایین تر. این نرسید. خب ساختار بسازم برات تو این لول ها، شما میتونی پیگیرش باشی. مرسی تا اینجا نگاه کردی. واقعا امروز مارکت چیزی نبود که بخوام نه توضیح بدم نه برات کوین خاصی در بیارم. صرفا این واچ لیستم همینجا بهت نشون دادم نگاه بکنی، داشته باشی یه گوشه‌ای. اگر شرایطش پیش اومد در طول هفته که قطعا پیش میاد، بتونی ازش استفاده بکنی. همین. روز خوبی داشته باشی.